Ямарка. Здесь-ка. Yok ya. Bravo. Bu kule bıraktı işte. سلام و همه یولای قمدره یولای برفتار روژه خریم مدیم رفته استیم وعده دادگی را بود کرده جنه مردک ای 5 مدگی ای جمشید نمدره ای جمعیت خواجه نصرالدین شدگی ای این حاضر در حوزه ها اومدیم رسیدیم یه مولای مول جلیکول پلتکش زدگی نه مولش اومدگی عبیده که کلاس رفتیم یک خبر گرفتیم ما هم برفو باید ببریم هم برفو های خر گفتیم مردمی جلیکول چه خر را نگاه کن یک دست یک اون 30 تا خره یک خر ندادن خیلی تنجه هیچ کم نداره ما هم میبریم شلو میریم یک گوسپند گرفتن اینجا نگرفتیم ای حاج میریم همین خیل الان برفو خدی میگذاریم اون طرف دو تا خر داریم مردمی 5 مردمی خردون مدگیان ها نه استاد سرکار تینجای مولم جمع شیم مول جلیکول اوه اینا بچه های عزیز برفا را دیده اینا ای هو همونجا نشون میدادم که برف حالی هم هست هم خیلی گرم موندگی این مردک پیش رفته است استاد سرکار میگن ای رایون 5 ای اوچاسکای جمعیت راست میگم نه تمام کردگی نیست ترینگای حالا نه مردک هم جمشید هسته ایش هم جمعیت تماشا کردگی تماشا کردگی ویدیو را کیف کردگی مویگیر اومدیستن این مردک ای دره حیرون علی میسنیک ای تاک این ایران نش میگن زمستان شمال برف میاره میتپه 1 متر 2 متر نه یک چند متر میشه 3 4 متر ولی حاضر امروز 11 ایولای 2017 11 ایول حرف ل داره آخرش 11 ایول برف افتادگی نیست با فکرم یگان 20 روز دیگه دوام میکنه علی یگان 20 روز یک ماهیگه برف میمونه هم قبلنده هوا هم وقتای اخیر گرم کرده است هم بارون میبره هم گرم میکنه سحر تا قریبی بگه هوا گرمه تو نه چند روز پیش تو دین روزا بگه بارونش سخت میزنه هر جا امروز نه که هوا در نصیب ما خیلی دست که هوا آور گرم نه تنش حرکت کردیم مادیم خر ایجا نمیگذاره خره هو جا خطی برده انم جا خطی برده گذارنن دکار خره را میبرن و همجا میگذارنن استاد سرکار نش خطی برون نگاه کن نه غلطی بو اینا ها هی اینا ها اسرار اینا دیدیم یا بالای برف برمادیم بچه های 5 برماده ایستن بچه های 5 از یام که نمیده جمشید هم برماده ایستن حرکت که اینا برمادیم بالای برف چند متره برف اینا بالای برف برماده 5 متر بعد دالش است هریوله 6 7 متر دیگر هست ولی زنه برف اونش است بگی بخیر میخری اوس نگذار او نجاب کن همینجا بعد دست بکنه که مردمی گرما مردمی تگو در حسرت برف برف برزونی این کندره برای علاو گرفتیم جا هست علاوی کمتره راه یافتیم گرفتیمش این جا یک مول دیگر دیدیم اونجا نصیب باشه برا
خبر میگیریم میبینیم که یکون گوسفند میتیم میفروشه یکون گوسفند میگیریم یک مایوفکا کنیم گفتیم گپو так گفتیم که دشت ازبکون میریم دشت ازبکون چخیلی که برادر کروگان 96 زودای دره حیرون که در اون طرفی امودریا زندگی میکنه نوشته بود بله زمانه همه چی را عوض میکنه یا دشت ازبکون نام نداشته است اول دشتی قلغان میگفتن تگی ایرا آقای کرا یعنی که مرد قلغان همه آدمایی که مال چرار میتین مال دارن مالا رو میارن چرا میتین در وقت گرما می اومدن ای طرف گرما می اومدن در ایجا برای که گوسفند در گرمی بسیار زیاده نمیتونه در سرش کرم داره وقتی گرم شد سحر میخوره گرم شد افتو سرش هم بین پای دیگریش میاندازه یک اونجا سیگیده توپ میاجو جمع میشون دم میگیرن هم دشت ازبکو پایونده اوای میریم میبینیم ولی هم جای مای دشت ازبکان دشت قلغان نام داشته است ای همون وقت نام گرفته است دشت قلغان تا اومدگی ما نمیدونیم برای اول دشت ازبکان میگفتیم ای روز دو طرف ای دشت قلغان دشت ازبکان میگیم که برای بعضی ها بچه‌هاش نمیدونن که دشت قلغان میگن دشت ازبکان حالا در دهنی مردم اینجا هست ازبکان میگن برای نام شده دشت قلغان الان دشت قلغان میریم ان شاء الله ماهی هست سیزن ماهی نشیدگی اوزیر سیزنش بدتر میشه نه که هست میریم میبینیم ان شاء الله ازی خوش میریم میبینیم اگر شید یگون گوسفند گیریم بچه‌ام اینجا دم گرفته ایستن نه آنتن پیدا شد اینجا اون طرف آنتن نیستی خیر با دوام میدیم این خیلی نزدیک اومدیم اینجا یک خوشی دیگر بچهای 5 بچهای پراوده گفتیم یک گوسفند گیریم که نداد گفت که مال کمای 10 مرده ایم کلانترم نیستی من خیلی گفتن نداد از خمیده من ها خوشی اینجا میبینی خوشی اکبر گفتن صاحبی مال بود است نصیب باشه پیشم میریم هم میگیرم من آبی دشت ازبکو دشت قلغان نه همین یک دریچه مای داکی پاشوی خبیسورا که دیدیستی در کردم چریده استم گوشتی سویجی افتم خیر میریم باز ای طرف ببینیم یا در دشت ازبکو رسیدیم ماهیگیری رو سر نکردیم رسیم یک گوسفند گرفتیم خریدیم قیمتش گفت 400 سومون 20 کیلو گوشت نمیکنه های 20 کیلو خرید 20 کیلو میکنه 400 سومون گرفتیم تیجه او یک گوسفند خریدیم های او میگه گوسفند خریدیم موی نکردیم مایده کردیم نصیب باشه گوشت بری نمیزنیم مسافر در افتو کار کرده است انا پور علیای usta safar çay mındaysa alalım çıktıysa tak ne Recep Dundura Mehmet yok kafamındaki an Musafir tamam kardaki neyiz kayfoş dura geldiysen Musafir'de ana dilcigara partoftem dambara partoftem harikora bir partoyim yak jarjur mekrim mezanim ya joya şuma khadi bu devam eteyim ina guşbirionam juşide stay aliyam aloja mundaysa ای خوجنوب قردم شیرخان بندر چویا جوشونده است خراب بسیارشدن 4 تاشیدن اینا جوشیده است از میبینیم قطعه نه واه جوشه گرمه او ما دیگه چی میتونیم مش چیمو چخلای Hop. Tencay. Oy moydor ana niyay. Lekin daryo ay. Niya poros jogun reisay. Yagon yak muhabbat. Ana hamiyo hani qilishwa. Amma yaki aftu انا این خمیشه کم میشه انا ماهی میجا یا اول خوردگی از زمینه چم هگی چم میگم هگی چم خوردگی
آن تاکی چه من دست میدوزی موی را میخفی میگیری باش هست فقط سحری میگیری فقط دیگه سحر بگه برای موی وقتی خوردن شد خوردن میره هم وقت میگیری وقتی گرمی ده میپرتوی تماشا میکنی دیدسته گل موی میویا همون را نمیخوره بازی میکنه قطیش میگذه هوی میتی هم خیر انا سحری بگه باش هست قدی میگیری خود قدی نشکول قدی عبدی وقتی گرمی باینی سر بگه فقط با دست مندازی موهی را امتحان میخوابی میگیری بیرون میپردی من همین ای او ای همیجا میروا با قشلاق چرسون با پشتراغ پستراغ میکنبا در او شورک یک جای میشه در او سقردش یک جای میشه و در او خینگو میره یک جای میشه در سری پران در دشت شهر یک جای میشه و اوی خینگو حاضر ما سری او داریم سری او داریم ما او دریای ماهی نیست حاضر بچه ها گرفتن شستورا میپرچن در دیدیم من که ماهی نیست برای او دریای ماهی هست پایینتر میریم شب اون روز در اون پایان میکنیم انشالله که ماهی هست اینجا میگیریم حاضر بقیه یک گوسفند گرفتیم گوسفند گوش بریون شدیستای گوش بریون میخریم میریم پایونده دوام شجرد میکنیم انشالله که ماهی هم میگیریم اجویا تماشا میکنیم دیخ میکنیم آخی ماهی هم که نشد این طبیعت تماشا کنیم راحت دنیا نمیجای برپوجا هوا سلخین که پشتا برای اوقات کم چیندیم برای اوقات پودینه چیندیم یگونش نوردیم بعد پودینه سیونک چیندیم در برای سیونک گفتم چیای نونندره هنکای انا امی biraz فچنگ میگن ای فچنگ نبروی یک کتال نیستای یک که نیستای فقط پایان میبروی با قشلاق گشونه ای قشلاق گشون 25 کیلومتر قلعه خم درواز سنتری در مرکز درواز اگر ایشل برای یگون 3 ساعت بعد چرسو میشوه بعد پشتراغ بعد پستیراغ قلعه حسین همون میخندی میرای так ванж خیلی بالاترای اوقاتم بردار کردن بیو چه بچه کو نبا گورده قطعی هسته اوخی؟ نه سوخا بیاره ای پاکت سوخا بیار جان یک شبکه داره خیلی بسم الله الرحمن الرحیم یک ایشی دیست است مسئله خواه دیدید خلاص کرد زده نه باشه اوسبه باشه اوسبه خلاص کرد سم کنیم دیگه موندگی دیگه هم زیسته دیگه موندگی علاوه هم رفته است علاوه اول زمینه گرم میکنیم بعد در بلوش پلاتکر میزنیم برای گرم تو یگون وقت شوا گرم شوا بچه هم زد دارن نه ویزه بوردن اوقاتش زد داریم خمشوربا با فیلم شوا خمشوربا میشوا اوه خمشوربا خیلی شروع یک به یک حساب میکنه یک او یک گوشت های کش که کهره این پلاتکمون این پلاتکر انجام کنه نمیکنیم نمیشه روی گشت گرد پلاتکره ملاق در کرده اینا اینا دیگه ایش دست موی گرفته استیم همینجا محمد موی گرفته است تا گرفتی هستای اینا موی را دیدی محمد روی 3-4 تا موی گرفت نه سر کرده است 3-4 تا موی گرفت و نمیشه میگه که موی بسیار خوبه اینا موی را برداشت اینا باز میریم پیش اون کش میکنیم بچه را بینیم کچ گرفته است یا نه حاضر نگاه میکنیم که جمشید موی را گرفته است یا نه یی اوسا خوب را بگیرش موی را برا بگیرش خب در دست نران نشست هستای اینجای یی گاب نیست ببرا دوام دستی جمشید نگی دستی زور موی وزمین گرفت اینه یی یا تیگه بگرفت
یا همش گل مویی های ده جمشید اوی گاب نیست چند تاشی؟ چند قیه ساعت کشید؟ ها بچه عزیز موی کم های خیلی که هر سال می اومدیم می گرفتیم خیلی نیست های سیزون موی نو سر شدیست های ها گرفتیم یک چند تا 15 دونه گرفتیم یکون یک ساعت کار کردیستیم دکس موی می گیریم دو تا خدای موی گیر داریم اینکه موی کم های ماهی یکون یک ماه یک نیم ماه بعد سیزونش میشه انا وقت میپرتوی میگیری میپرتوی نگید گل ماهی فرل روچه‌های فرلای سب با مزه ترین ماهی است استخوان نداره یا مقصد استخوان نداره تمامی استخوان داره در درون گوشت استخوان نداره میپزی استخوانش جدا گرفته بردن میگیری هر خود طوری که با فیلم ماهی گرفته نمیشه دیگه فقط دمام میتیم ادامه داره الان سپیستای باشو گرم کردیم آواز تلخین ترای دیگه هم جوشی دیستای دیگه نشون دیم دیگه هم جوشی دیستای فام سر بردن یک به یک گفتی گپو اکه کریم دادم نه اومده که کریم داد دست سوچکه نه که کریم داد دیرتر اومد یا موی میگیره نسی باشه پگه ابرا یه خوشم الله حاضر که سرسری یولی دشتی چوپانون خیلی گفتاد برادر کروگن نوشش سرسری یولی دشتی چوپانونیم ای ماهیگیری بالا برامدیم یا ای همین سر یول بلندی هر 3000 3000 4000 متر بلندی ای همین سر یول باشون نشستن انا همین بلندی برادرها گفتن سلام ما را برسون برادرای مسکو برادرای پیتر یکاترینبورگ اوکراینا برادرای یوژنی کره یاسین جان یک برادر دیگر امام فیضلی دولت عثمان نظر فیدناهی رشت سلام خود رو به همه تاجیکا میرسونه نه بچه مردم قردم ای پنج ای جمعیت در سر اینش برسواری میکنن دامای هوی خوردی کن جزیر شد بچه نه پریم پایین برای او خشیر نیست نکی راحت میکنی ها اینه علف میبینی علف ای خوکا میتکی یعنی علف قوق میکنی اسپند نمیای اسپند قوقش میکنی برای دود دوختن برای مسیاری ها میدونن چی برای چی ای ما هم فقط دود دودیش دیدیم تمام بچه اومدن کندیستن اینا بچهشون خریب پر کردن تو سرکارم کندیست است مزهش میدونه تریکورای میکنی خوکش میتکی ریشهش خوک میکنی دود میدوزی برای چه فایده داره برگش نیم خیلی اینه برگش با شلخه مانندی داره نکی خیره ای روشن نیست خوجا نیوب کندیست ای توزه کرده گرسیستن و شلخه رو نکن بچه نه شلخه ندست بام اسپند دست اسپند هزار اسپند نه هزار اسپند در شهر میفروشن وای نیست ای اسپند ای نستایش هم خیلی میگه اسپند نستایش بوی تنگ میکنه دودی تنگ میکنه همین خیلی کارشی
He.